با تو یعنی چی و چرا انتخاب کردین و چه کارا میخواین برنامه؟ خوب قصه با تو اصلا خب با تو گرفته شده از چیزی که در بیتی که در پشت سر ما هست. این جهان با تو خوش است، بیت مولانا هست و این با تو بودن خیلی با تو بودن ها را معنی میده که خیلی کار نیاز داره همه جوامع کنار هم باشن، چی در سطح کمیونیتی خود ما باشه چی وسیع تر باشه. راست قصه با تو قبلا یا ایرانی هایی را انتخاب کردن. این نام یک کمیونیتی است و یک کمپانی بسیار خوبی به نام بیتمشک است. آقای امیری سام و خانم شانسارا جان یک زوج بسیار زیاد فوق العاده و خوبی بودن. البته ما در باتو چطور رفتیم چطور شد، یک مادر خوانده دارم که بسیار زیاد مهربان و نازنین است و مرا بسیار زیاد دوست داره. نیلا دریا آریان اسم مکملش است، خانم مختار دریا. بسیار یک زوج نازنین هستن و در دنیایی که من تنها هستم همیشه احساس مادر و پدر برای من اونا دادن. و قدر کمیونیتی خود دوست دارن، سالها در اینجا بودن و بسیار برنامه‌های فرهنگی هم دوست دارن. چندین بار مرا همیشه تشویق میکردن. بالاخره یک روز برای من یک زنگ زد، گفت که یک نهادی است به نام باتو و اینا فکر میکنم از دوستای شناخت سلام دعای به او دارن. گفتن اینا خیلی علاقمند هستن که بیاین با افغانا مشترک کار بکنن. و این که مرا گفت تو هم علاقمندی داری که ما برشان وعده کردم که ساحه کمیونیتی را کلان میسازیم و این فرصت اونا برای ما فراهم ساختن و من دوستایشان از راه دور میبوسم که امی فرصت ایجاد کردن که بشینیم صحبت بکنیم. بعد از اینکه شیشتیم صحبت کردیم دیدیم با یک کم تغییرات که ما میخواستیم با اونم تغییرات گفتیم لیتس گو بیا که بریم اولین فستیوال چند فرهنگی که البته در سطح افغانستان، تاجیکستان و ایران باشه، فکر میکنم در نورت امریکای شمالی است.